اگه هر کسی کشور ایران کشور تروریستی یا آخوندی یا مثلا هر چی که میخواین بنامین یا نجات پرستی یا هر چیزی که دیگه ای هر چیز دیگه ای، اگه ایران هر جا را خراب کرده باشه کشور خود در امان نگه داشته، یعنی همیشه یک کار کرده که داخل کشورش جنگ نشه. واقعا هر کاری کرده بالاخره هیچ وقت من در سوشل میدیا ندیدم یک ایرانی را تخریب کنه، یک ایرانی را فحش و ناسزای بد بگوه، یک ایرانی را اذیت کنه، آزار کنه، نجات پرستی مثلا ترک و لور و فارسشان به جان هم بیفتن. ایرانی ها را هیچ وقت ندیدم. اما شما افغان ها این کار کردین، همیشه تاجیک، ازبک، نمیفهمم پشتون، هزاره ایتوری کردین، همیشه ایتوری کردین. فهمیدین؟ همیشه ما افغان ها در داخل کشور خودتان روزی هزاران طفل، دخترای خرد، پسرای خرد، روزی هزاران دانه از اینا تجاوز میشه از طریق خود شما افغان ها. اما ایران نادیده میگیرین، در کشور خود به اطفال خود تجاوز میکنین و در داخل سوشل میدیا با زنهای افغان شب و روز فحشا میگین، فحش میدین و او را بدنام میکنین. الان آمدین در ایران گله‌گذاری میکنین، فقط 300 نفر شما کشته شده سر مرز ایران. او هم که مینگذاری شده بود، رفته اونجا مثل گاو سر خود اینجوری پایین انداخت، مثل اولاق، مثل خروری رفتن میخواستن وارد کشور ایران شون. اون موقعیت جنگی، موقعیت مسلح هست فعلا ایران. شما که جان خود در کف دست خود میگیرین میبرین. باز یک خانم دیدم که خانم گزارشگر هسته، با از یک آقای نمیفهم کارشناس فلانی سوال میکنه که آقای فلانی نزدیک 260 نفر و یه قتل عام هسته، او دختر پدر نالت خود 260 نفر خودشون یک جای خود ددم بلا دادن. ایران نامده که در داخل کشور افغانستان حمله کنه که افغانا را بکشه. اگه این کارا میکرد من میگفتم که یا مثلا گله شاید میکرد، ولی الان همو 260 نفر قتل عام هم که شده باشه، خب خودی همو 260 نفر به ابله بودن خود، یعنی یک رای قاچاق چه رقمی 260 نفر یک جای میرن. آدم رای قاچاق در 260 نفر میره این کارا میکنه، خب یک جای خودت دادم بلا میده. قاچاق بر در قصه تان نیست، شما را کلتان یک جای میکنه مثل یک تومه هستین شما بدبخت ها، خاک دم سرتان. فهمیدی؟ از اونجایی که روز هزاران نفر در افغانستان کشته میشه و هیچ کی از او خبر نمیده و تجاوز میشه سرش، این 300 نفر یا مثلا 260 نفر هیچ چیز نیست، اصلا هیچ چیز نیست. نوده یاد افغانستان افتادین؟ شب و روز که من میگم افغانستان را کمک کنین، شب و روز که من میگم که داد میزنم که افغانا را کمک کنین، افغانستان را کمک کنین، ولی هیچ کدامتان کمک نمیکنین. حالی نوده یاد افغانستان افتادین؟ عجب. اما 3-4 روز دیگه یمی گپ پس یادتان میره. فهمیدی؟ این ما هستم که شب و روز برای شما میگه در فکر افغانا، در فکر افغانستان باشین. آره، ولی شما مرده پرست هستین. تا وقتی زنده بودن در افغانستان بودن هیچ کار برش نکردین. حالی میخواین یک کار کنین؟ حالی میخواین که وقتی که مردن ایران کتش جنگ کنین؟ ایران خوب کاری کرد، دوست نداره در شما در کشورش برین. شما میرین دخترایشون آزار میتین، شما میرین اذیت و آزار میکنین، یا مثلا نظافت خود را رعایت نمیکنین، مزاحمت براشان ایجاد میکنین، یا اگه کار میخواین میگین که ما از کشور ایران رد میشیم. ایران مگه برای شما قرارداد امضا کرده که سر گپ خود باشه؟ حقوق بشر یکی دلش میخواه میتا، یکی دلش نمیخواه نمیتا. او مای گاد، حالا تضمینی که نیست که مثلا شما بیاین از ایران رد شوین برین ترکیه را نمیده، پس سر گردن ایران میمانین. شما ترکیه را نمیده شما را، پس سر گردن ایران میمانین، اما تو تلمبار میشین. خب به اندازه کافی در ایران افغانای حالی گفته بودم اینجا هستین در امو ایران دیگه. لازم نیست که کلگیتان بخیزین، بستم اگر شما را اعلا کنه بسته جمعیت ایران میرین، افغانستان میرین در ایران، اونجا را تصرف میکنین. خب ایران نمیخواه شما کشورشون اشغال کردین، دوست نداره که چاکن ببینه در کشور خود. ایرانی ها ما برای شما میگم، اصلا وقتی که دوست ندارین ما افغان ها در کشورتان باشیم، شما اجازه دارین که هر کس که سر مرزتان ما تیربارانشان کنن، اصلا مهم نیسته.
همین افغانایی که در داخل اروپا آمدن همینا را تازه دارن روان میکنن در ازبکستان، از باسی که اینجا گن زده. فهمیدی؟ چرا ایرانی ها را در ازبکستان روان نمیکنن؟ راستی چرا روس سوریایی ها را در ازبکستان روان نمیکنن؟ افغان ها را روان میکنن در ازبکستان. خوبه که چاکن ها را روان میکنن، بان که روان کنن اینا را. آره شما راحت کار خدا بکنین. ایرانی ها با شما هستم. هر وقت کشور شما حقتانه کشورتان، اگر کسی نخواستین چی افغان چی از کشور دیگه نخواستین در کشورتان باشه بندازینش بیرون، اصلا مهم نیست. فدای سرتان. کسی که زبان نفهم است ایرانی ها افغان ها را دیپورت میکنه، شب و روز در حال دیپورتی جمع آوری افغان ها و در فرستادن در افغانستان. یک چاکن ها باز غرد از این بر میره از این بر می آیه. اینا که زبان نفهم حرف گوش نکنه، اینا رو فقط در زور چوب در کون کردن اینا رو فقط باید روانشان کنید. چاکنا شما لیاقتی همون افغانستان ندارین. اگه میگه قدر دم از افغانستان میزنی افغانستان خوبه جانم فدای افغانستان. خب کسکشا در افغانستان بشینین، در مو افغانستانتان بشینین، ولد ازدناها بشین در افغانستان. قدر دم از افغانستان میزنی بشی. آره خودت در زحمت نمیتی، کلتون راحت طلب هستین، میخوایم بیین اینجا کارهای آسان و پولای زیاد کورخاندی باید بشین اونجا گوچرانی خرچرانی کشاورزی کنی، کشورت آباد کو کبشا خواهد بسرد ممون. کاش که شما یکمی غیرتی همو ایرانی ها رو میداشتین که کسی همی پاکستانی های غول خود کشور خود اجازه نمیدادین که پاکستانی ها رد و رفت آمد میکنه، خواهیش هم خوردن نمیتونین. ایرانی های بیچاره اصلا در کشور شما، یک کدام ایرانی در کشور شما آمده؟ کدام ایرانی در کشورتان آمده ها؟ ایرانی ها کی اقتصاد ایران هیچ کس کمک نمیکنه. ایران نه آمریکا ایران کمک میکنه، نه اروپایی ها ایران کمک میکنه. دمو اقتصاد ضعیف خود شیشته، ولی شما را هم از اروپا پول میگیرین هم از آمریکا پول میگیرین. شما بی غیرت ها باز در ایران میرین. شما را خوب میکنه، خوب بگاید شما را سنبه کنه همون ایرانی ها. ایران دمت گرم، زنده باد ایران.